خب رسیدم به ایستگاه. اکس لیبریس معمولا تو سایز کوچیک میتونه مربع باشه یا مستطیل. طرح رو روی صفحه‌ای که بعدش قراره باش چاپ کنیم بسوزونیم، یعنی طرح رو بذاریم روی اون صفحه که به اون صفحه باشه حالت شابلون درست کنیم. طرح رو فرستادیم. طرح ما هم تقریبا 8 در 8 سانتی متر، یعنی واقعا چیز بزرگی نیست. تصویر سازی باشه با یک نقاشی ریز باشه. سال قبل تو کالج تکلیف داشتیم برای طراحی جلد یک آلبوم موسیقی. اونی که من انتخاب کردم اسمش بود بست آف پانک، واقعا وجود نداره. و بعد گفتم همون رو بردارم، اون اسکچشو، و برای این ورکشاپ اکس لیبریس بیام یکم جزئیاتشو بیشتر کنم و آمادهش کنم که فایلو بفرستم به دانشگاه موساشینو و اونا برام همه چی مثلا اوکی کنن که رفتم اونجا. صرفا بیام طرح رو روی پلیت چاپ بسوزونیم و آماده کار شیم. برای یک مسیر خیلی طولانی رو 2 ساعت راه باشم، ببینیم که قراره چی بشه. من از دهات رسیدم به شهر. ببینیم چی میشه. خب رسیدم به دانشگاه. بلافاصله دست به کار شدیم و هر کدوم یک پلیت رزین گرفتیم. نقاشی که قبلا فرستاده بودیم فایلشون روی یک ورقه پلاستیکی شفاف برامون با پرینتر لیزری چاپ شده بود و بعد یک ورقه روی اون صفحه پلیت رزین بود که اونو بعد میکندیم و یک کم چسبناک نمیشه گفت بود، ولی اون ورقه شفاف رو میذاشتیم روش میشد یه مقدار به چسبونش. حالا چسبش اونقدر زیاد نبود، ولی خب یه مقدار نوار چسب کوچیکم استفاده کردن که بهتر بچسبه. بعد گذاشتیمش روی این دستگاه. این دستگاه خیلی جالبه بچه‌ها. اینکه یکی از دانشجوها اونجا خودش این دستگاه رو درست کرده که اشعه فرابنفش ساطع میکنه. بعد ما همه آماده شدیم و وسایل و اون پلیت ها رو گذاشتیم داخل دستگاه و این نور زردی که الان توی این اتاقک میبینین، چون اینجا یک اتاق دارک رومه، اتاق تاریکه، نور زردی که داره نوریه که اشعه ماور بنفش نداره. چون اگه اشعه ماور بنفش به این پلیت های رزین برخورد کنه، اونها بلافاصله سوخته میشن و دیگه غیر قابل استفاده میشن. برای همین ما باید اشعه فرابنفش رو به طور کنترل شده به این پلیت های رزین ساطع کنیم که این دستگاه این کار رو برامون انجام میده. از این سوراخاش میتونین ببینین یک نور بنفش طوری داره میزنه بیرون که همون اشعه ماورا بنفش. بعد از اون که اشعه کارشو کرد باید این ورقه ها رو میشستیم و وقتی میشستیمش اون قسمت هایی که طرح، قسمت مشکی طرح اومده بود اون اشعه رو بلاک کرده بود، نرم و شل میمون که ما میتونستیم اون رو بشوریم و اون قسمتی که اشعه بهش خورده سفت میشد و اون قسمتی که سفت شده میمونه، مثل یک مهر میشه. بعد از اون ما بلند شدیم رفتیم یه دور زدیم توی کمپس دانشگاه و این قلموهایی که میبینین مال چاپ چوبه بچه ها، خیلی چیز جذابیه. بعد از اونم زنگشون خورد و روز ما به پایان رسید. ادامه کار ما رفتیم یه روز دیگه انجام دادیم. امروز روزیه که میخوایم روی اون ورقه هایی که درست کردیم و سوزوندیم و آماده کردیم چاپ رو انجام بدیم. این دستگاهی که میبینی دستگاه خیلی جالبه که اول باید روش اون جوهر رو بزنن تا کل این سیلندرها جوهر بهشون زده بشه و این پایینش یک پدال داره. وقتی که در پدال رو میزنیم این میاد برگر رو برمیداره و میزنه روی ورقه‌ای که اونجا چسبیده شدن و چاپ میشه روشون. کلا دستگاه چاپ خیلی جذابن. و تیم 4 نفره ما هم اومد اول اسپری زد به پشت ورقه های رزین
که اونها رو بتونیم راحت‌تر بچسبونیم روی این صفحه که تکون نخورن موقع چاپ. و بعد اومدیم کاغذ اینجا ست کردیم و بعد پدال رو زدیم و چاپ انجام شد. ولی این چاپ ها چون هنوز جوهر به خوب پخش نشده ممکنه درست چاپ نشه، برای همین چند بار باید چاپ رو انجام بدیم تا به اون وضوح دلخواهمون برسیم. اینجا من چاپ کردم، پدال رو فشار دادم، حس جذابی بود و میتونید ببینید که کار منم اینجا چاپ شده. این هم از این بود. اومدیم رنگ‌های دیگه امتحان کردیم. البته من اومدم گرادیشن زدم، گرادیشن مقدار قرمز طور و آبی طور. بعد از اونم که کارمون تموم شد بعد اونا رو میذاشتیم توی زیپلاک، چون اگه رطوبتشون رو از دست بدن ممکنه بشکنن اینجور ورقات. بعد در نهایت همه گروه هایی که اومده بودیم و کارهامون رو چاپ کرده بودیم کارامون رو چسبوندیم روی دیوار و یک کنت نمایشگاه ریز بود که همه میتونستن بیان اونجا ببینن. مرسی که با من همراه بودین. تا بعد. دوستانی که الان ویدیو رو دیدین شما میتونین یه دونه از این کارها داشته باشین. حالا چطوریشو الان توضیح میدم. من از این کار حدوداً 30 تا ادیشن چاپ کردم و به طور محدود موجوده و اگر شما میخواین میخواین خرید کنید میتونین با اینستا من کانکشین و اونجا بیاین تو دایرکت بگین که میخواین یا نه. حالا چجوری میفرستم دستتون دیگه نگران نباشین، با کبوتر میفرستیم و مطمئن میشیم که مشکل نباشه، چرکینا نشه، تیکش هم نمیگذره. پس نگران نباشین، اعتماد کنین، آرتیستا رو حمایت کنین. دمتون هم کلی گرم. روز و شب خوبی هم داشته باشین. تا بعد. این یکی واقعا تا بعد واقعیه.